یک دره است بسیار کوچکتر از صدها دره بزرگ دیگر در خراسان یا افغانستان. دینشان اسلام و مذهبشان حنیفی است. از ملت تاجیک هستند و زبانشان پارسی است. هویتشان خراسانی، در برابر ظلم نه میگویند، تسلیم نمی شوند و ساده ساز نیستند. باز میگویند انشیریان از ملت تاجیک هستند. برای کل این مملکت می جنگند. این کشور را برای کسی تحفه نمی دهند. یک بلستش را تقسیم نمی کنند. انشیریان خود را صاحب کل این خاک و هویت می دانند.